بسم الله الرحمن الرحیم. اسماعیلی هستم از هرات افغانستان. شعری آماده کردم در خصوص شهادت شهید دکتر اسماعیل هنیه، رهبر مظلومین جهان. ما شهادت را به میراث برده ایم، از شهادت درسها آموخته ایم. رهبرانی دلیر چون اسماعیل هنیه داده ایم. سخت خطا کردید صهیونیست‌های شیطان صفت. ما وارثان قدسیم، الله مددگار ماست. از جنگ نمی هراسیم، شهادت افتخار ماست. اسلام سربلند است، پیروز در هر جنگ است. حتی اگر بماند یک تن بر 1000 تن. سیلی ما خورده اید، قدرت ما دیده اید. تاریخ این نوشته، یک بار نه 1000 بار. بارها پوزتان را بر خاک مالیده ایم. ای دشمنان اسلام، صهیونیست های نادان، این را خوب بدانید. قدس را پس میگیریم با خون این شهیدان.